میرسیم به داریم میریم اونجا چیکار کنی؟ شهر رو ببینی. خب جاذبه‌های گردشگری. به 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 احسنتم دیگه. بعد بریم یه ذره اختقانسه تو پقله کنیم. خب نظر راجع به اینکه کبک سیتی اصلا انگلیسی صحبت نمی‌کنن چیه؟ میکنم ما صحبت کنیم اونا هم میکنم. جست تو پق فرانسه است. عزیز من ما اینجا مملکت دو زبانه است. خوشم میاد که زیر بارم نمیری اصلا، یعنی اومدی کبک پشت دو زمین گرم راست را میری و کسی هم حریفت نیست. بلا که اونتاریو هم زدی داری میری تو قلب دشمن. الان وارد شهر که بشی با خمپاره میزنن ماشینتو مرد حسابی. لعنت است. اونتاریویی ها پوستشن از اینا کلوفتر. ضد گلوله ای؟ ببین رو پلاکشون چی زده جومه صابون، یعنی دهنتون سرویس انگلیسی ها. ما قوی میشیم یه روز میایم پدرتون در میاریم. یه روزی شاید این جامعه بیاید، شاید دیروز بود. حسن بله در کبک سیتی هستیم. ملت با اسب و گاری این ور میرن. What's your first impression about از چهره باشه دیگه از این بعد هر وقت فرانسه حرف بزنم یاد لهجه تو میفتم. ویل دو کوبک اینجوریه لحظه من. آره یعنی یه جوری حرفی سم یارو برمیگرده میگه حرف چقدر قشنگ حرف میزنی. لهجه عالیه. چی شد؟ یه توفق برو. ژمه پقله فرانسه. اکسلان براو. چی هم میگم جتسه جودتست جوش خیلی آروم بگم. آره بودن نگو پوپو. الان میزنم. شما 12 میسیه برو تیکیت بگیر. خب اینجا هم قشنگه بسرا. در کبک هستیم، کبک سیتی. خب در بام کبک هستیم در حال پیاده روی به خونه سن لوران یعنی اینا لورن، خیلی لورن. دایی رو ببین. دایی کپانی کاسکت اومده.
بینندگان عزیز در کبک سیتی هستیم، در یک رستوران بسیار شیک اومدیم و در واقع در حال ارتکاب جرم می‌بینیم که بله چی گرفته. کله ما رو که نصفه گرفت. چه می‌کنیم؟ آقا من ببینم این چی گرفت؟ خود توضیح نمیدونم یارو اومد گفتش که یه چیز خیلی خوبیه. ما گرفتیم دیگه. ولی میدونم که یه قلوب بخور ببینیم چه جوری میشه. سلیم نداری سلیم. سلونم آوازه تو خواب چطوره؟ باشه بابا باشه مسخره در میره خودت مسخره در میره خودت با سلام، ما الان در واقع در کلیسای نوتر دام بازیلیکای کبک هستیم. داریم گوش میدیم به فرامین اسقف اعظم و قرار موسیقی پخش بشه به صرف شام و شربت شهادت. دیگه بخوریم و به مقام شهید نایل بشیم. در واقع من الان یاد فیلم اکسیدام افتادم. لیست کن، میخوام یه جا بیامرزش. شاید که خوابه دسته بگیر بالا دعا کن. یا داره دعا میکنه، داره واسه گناهاش آمین. توبه میکنه که خدا ببخشش، در صورتی که نمیدونه که گناهانش بیشتر از اون حده که بخواد خدا ببخش. آره فرزندم، شما در واقع دیگه آب از سرت گذشته. اینو بگی چنانم چیو بگیرم؟ این شاپیر منه. این آقا میگفته خوابیده، نشه کرده، در واقع اومده اینجا داره چرت میزنه. در واقع آره چه جای باحالیه. آدم مثل روحانی میشه اسمه. الان منقلب شدن، می خوردیم اومدیم میخونه، نگیرنمون ببرنمون شانس آوردیم. یعنی از دست جمهوری اسلامی فرار کردیم اومدیم اینجا بگیرم به جرم میخوری و کلیسا روی در واقع چیز محاکمه کن. Voir aussi nombreux de toutes les provenances pour célébrer cette fête de la Sainte Famille, qui est comme la prolongation au fond de notre fête de Noël. Alors, entrons ensemble dans cette prière. Welcome to our English-speaking brothers and sisters. As you can imagine, the Mass will be celebrated mostly in French, but you'll get the English version of the readings on a blue leaflet that you received when entering the church. We are celebrating together the Feast of the Holy Family, praying God that all our families be blessed and find happiness in faith and hope. También hay gente de habla española con nosotros esta noche, pienso, ¿sí? Gente de habla española aquí, ¿sí? اصلا امروز ایرانی ندیدیم، دقت کردی؟
همچنان با آقای پدرام همراه هستیم در شهر کبک در حال کاپوچینو خوری سنگین. امروز بگو چی کارا کردیم؟ امروز چیکارا کردی؟ بله کلیسای نوتردام رو دیدیم. بله یه ذره رنگا انگل چیز کردیم، بخبه کردیم. خب بعد اون وقت دیگه چی کارا کردیم؟ دیگه چی کار کردیم؟ فهمیدیم که ما این بیلمی عقله میکنیم، خب رشته تحصیلاتیمون اینه. بعد دیگه رفتیم توی اولد کبک بذاره سیت ویلا رو دیدیم. یادآوری کردیم و الان هم که داریم دو کاپوچینو پوته میکنیم. بله ناهارم بگو، ناهار چی خوردی؟ ناهارم رد واین زدیم با پیتزریه. آفرین آفرین پستا. آفرین آفرین آفرین. دیگه اون خیابونم رفتیم اون درخت کاج بزرگ داشتم دیدیم آها. و باریک بود و عکسامونم گرفتیم. با اسقفم که شربت شهادتم خواستم بدم به ما نخوردیم. دست شهادت رو بدیم. آره با اسقف دست روسی اینا کردیم و دیگه آزمین به سمت مقال. یه چیزی هم آخرش بگم که ژمه پقله فرانسه. اوه بقاوا موسیو پدرام اکسلان اکسلان. خداحافظی بکن با بینندگان. فران کوکو. اکسلان پرفکت. خیلی زیاد هم میشد تغییر دیگه ها جان تغییر تغه ژمه تغییر فران کوکو. آفرین حسن او revoir bisous بوسواقه حسن